چی میگم؟ اینجا آنتن بازی نداریم ها. بخوای خودشیرینی کنی یا آدم فروشی کنی بعد حالتو میگیرم. اوکی؟ جلو افسر نگهبانم بخوای شعرول برقرار کنی من میدونم و تو تا صبح میایم خونه میزنم زیر آواز لس آنجلسی غیر مجاز ترش متال صدات که قشنگه. رقصت چی؟ بستگی به جاش حالش داره دیگه. سرکار اینجا میشه چرا نشه؟ بفرما. آخه اینجا بشکنم یار گله داره من نداشت برام. احمدم احمد تو شناسنامه اسم شهرام بهرامه اون تا اخوی میگه سوسولی شهرام بهرام در همین اسم خودش گذاشته احمد. اسم هم احمد. واسه همینه که شدی مطرب هر مطرب خونه؟ جناب سرمان خلاف عرضتون رسوندن. اصلا به تریپ ما میاد این کارو باشین؟ نه ابدا. قربون عالم چیز فهم. آدم تو در بیار درست حرف بزن. آخ تو که اهل این سوسول بازی نیستی واسه چی گرفتنه؟ اشتباهی سرکار اشتباهی. میتونی از اخوی بپرسید. داش بهرام اصلا اهل دروغ نیست. احمدم احمد. راست میگه احمد آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه خیر. سلام علیکم. علیک السلام. داداشت میگه که شماره اشتباهی گرفتن. مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. نه خیر. سلام علیکم. علیک السلام. گزارش دادن که میونه دخترا میرقصیدین 2 نفری. استغفر الله ربی و اتوب الی. نه خیر. سلام علیکم. علیک السلام. کافیه دیگه. چرا اینقدر سلام میکنی؟ اخوی سلام کردن چون جواب سلام واجبه بنده مجبور بودم جوابگو باشم. بگذاریم. اخوی چی؟ اخوی که میرقصیده. پسر نوح با بدان بنشست خانواده محترمش گم شد. خاندان نبوتش. بله با شما. خب ادامه بده. سینه خواهم شرح از فراغ تا بگویم شرح درد این الاغ. شما بزرگواری بفرمایید به دهن اینو بو کنید شرح واقعه خود مشخص میشه. جناب سربان دروغ میگه. ببخشید جناب سرنگ دروغ میگه. تن گندیدهشو کفن کنم دروغ میگه. من دروغ میگم؟ ملعون کذاب. کی بود وسط دختر عربده میکشیده جفتک مینداخت؟ اگر رقصیدن جرمه خودتون وسط چی کار میکردی ها؟ من چشمامو بسته بودم. گوش کردید جناب سربان؟ گوش کردید؟ چشم بسته یک غیری میده بیا ببین. ای والله بابا ای والله. از تو هم رقصیدی؟ نه خیر مرا رقصی میانه مردابم آرزوست. حالا میونه مرداب یا وسط پارتی بالاخره رقصیدی یا نه؟ آخ چه جوره. یس وقتی میگم مطرب هر مطرب خونه ای میگی نقش. کلاگیست وردار ببینم. البته دست خودش نیست سرکار. از این قرصای چیچی گردان کوفت کردن رو بهشون بدید همینجا میترکونن. بومب. جون شما جناب سرنگ که نه به مرگ خودش داره دروغ میگه. بازداشتش کنید. حالا پاشین بیاین این امضا کنید. چشم جناب سرنگ ما انگشت میزنیم. انگشت اینجوری خیلی بهتر. حالا نوبت تو. جناب سرنگ یه انگشت کافیه. وقتی با دست وسط ما انگشت بزنی یعنی که امضای هر دوتامونه دیگه. منظورت چیه؟ یعنی دست راست بنده با دست چپ این ملعون مشترکه. بله مثلا من میارمش بالا. بنده میارمش پایین. من میارمش اینجا. بنده میارمش اینجا. جلل خاله. سری برین اتاق بغل و لباستون رو در بیاری. ببینی سرکار عین کنه چارچنگولی به ما چسبیده. نه تو خونه نه تو خواب نه تو چه میدونم اسم خواب دستشویی ولکنه ما نیست. خب بچرخید. عجیبه. خب کف کردی. حالا به خاطر تو اینو آزاد کنم یا به خاطر این؟ بنده در نهایت پاکی و بیگناهی حاضرم به واسطه معصیت‌های این ملعون بازداشتگاه هم برم. بازداشت کن سرهنگ. باشه سری بازداشت کن. وای 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 دلم وای 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 دلم وای دلم تو به سر رسیده
خاموش ملاین، اینجا محل عبرته نه محل دامبل و دیمبو. به به آقا بهرام. شهرام بهرام نداریم. جناب علی احمدم اخوی محمد. ببینم ما رو که میشناسی؟ اخوی ها رو خیر، اما شما رو فکر میکنم بارها در برنامه وزین راز بقا زیارت کردم. خفه. حالا دیگه ما رو میفروشی آدم فروش؟ جاسوسی ما رو میکنی جاسوس. آخه چرا عاقل کند کاری که بازاید به کنعان غم مخور. خب بچه داشت من راست میگه دیگه. الان وقت این حرفا که نیست. الان وقت ترکوندنه. باشه اخوی، کوه به کوه نمیرسد، وانگهی دریا شود فردا روز فرد است و وقت اون موقع من از خجالتت در میام. بله بابا آقا چرا معطلی؟ فرشاد بزن دیگه. خود پر بگیره با غصه آزاد بشه. ای زندیق دلتاز خفه شو ملعن و مضحکه مجالس، کثافت برادر پلیس. اخوی دایی جان بیا ببین بچه خواهرتو به فسق و فجور کشاندن. دایی چه کسی بود صدا از سرهنگ؟ به به آقای مامانی، چه عجب از این برا. بهزاد مامانی مرد. من قطب الدین میرزام، قطب الدین میرزای کشتولی. خب چی شده؟ آدم باید بگم یعنی هاشا به غیرت سرهنگ. هاشا مگه ما مرده باشیم که احمد ما یعنی پاره تن ما شب و تو بازداشتگاه بمونه. اونم وسط یه بره دزد و معتاد و یاغی و ساقی. اولا سلام علیکم ورحمة الله. دوم اولا و دویمن و ولش کن سرهنگ. حاج احمد ما کجاست؟ تو بازداشتگاه. آزادش کن سرهنگ همین الان. به جمله بچه ها سریع که باید بریم قبرستون. قبرستون دایی؟ بله. انا لله و انا الیه راجعون. زندایی شوهرمم عمر ناقابلش داد به شما. الانم باید بیا سر قبر و سنگ تموم بذاری. بالاخره هرچی نباشه تو بلبل جمع مایی. اون وقت دایی جون تکلیف این کلاغ وقت برگشته چی؟ من خیلی خسته خستم. نباشه را بیافتید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. سلام شهرام سلام. اوه چقدر شلوغه، مثل که خیلی به موقع رسیدم. تو همیشه به موقع میرسی عزیزم. تو همیشه به موقع میرسی. تو که دیشب منو پیشوند تنها رفتی مهمونی، ولی من اومدم ببرمت یه جایی. خب لیتس گو بزن که بریم. کجا؟ داریم میریم صفا، سیتی، آبنبه، آناناس، موز، محصول پاستور پارتی، آبناک. شما هیچ جا نمیری. چرا حاج آقا؟ با شما نبودم مترسک خانم. مترسک نه و ملوسک دایی جان. چه کنم ملوسک رو زبونم نمیچرخه. نمیچرخه که نمیچرخه آقای حاج آقا. خب اسم من ملوسکه دیگه. بعد من بدون شهرامم هیچ جا نمیرم. ببخشید همشیرمون کی باشم؟ همشیرتون عشق منه، عمر منه، خانم همشیره من؟ واقعیرتا همشیره تو نه، ملوسک خانوم. ببخشید چی لوسک خانوم؟ نایس تو میت یو ملوسک هستم. دستتو بنداز بیهیا. شهرام دوایی چقدر بد اخلاقه. بریم
بریم داشت فرم که خیلی دیر شده. بنده با تو و این دختر عموی مبتذل هیچ گورستونی نمیام. تو بیخود کردی؟ مگه به حرف خودته؟ بله امروز سه‌شنبه است و حرف منه. بشین بابا، امروز دوشنبه است. اوکی؟ اخوی دایی شما بفرمایید امروز چند شنبه است؟ امروز به عبارتی سه‌شنبه 11 ذیقعده. نه خیر، امروز دوشنبه است، 17 آگوسته. اصلا شما میدونی 17 آگوست چه روزیه؟ بله روز وفات زندایی شوهر عمه صفدر. نه خیر، امروز روز ولنتاینه. بگی بابا شیشیتاین. بگی. ولنتاین کردی، ولنتاین که روز 14 فوریه است. وای هر شما بله. چی؟ خدا رحمت کنه زندایی شوهر عمه اخوی صفدر رو. عجب روز میمون و مبارکی چشم از جهان گشود. دیر شد باشید برید. جون داشتم یه اشکاری. امروز روز فرده، روز استغفاره، نه روز اشغال. بشین آقا. برو بالا. برو بالا بینم. نرو دیگه شرمه نرو. عزیزم طرح زوج و فردی بدبختیارم داره دیگه. امروزم که فرد و فرمون هستیم. شب به سحر بیدار بود مادر بود. کسی که شب به سحر بیدار بود مادر بود. کسی که ناز فرامی چشید مادر بود. خوشا بزاده زندانی شوهرم نمیسم. عجب بودی رفتی بگم که روزی امروز باور کنید طاقت نداری خواهی میکنم از صاحبی رضا. روز ولنتاینه، روز ولنتاینه، روز ولنتاینه، روز تشکر میکنم از برادران گرام به بنده دستور فرمودند که از طرف خانواده مرحومه معظمه و فامیل وابسته آقایان صحیحی، حسین ملکی، جهانگیر خان میرشکاری، حاج کامبیز دارابی، بابک شعایی، حسن ایوبی، آبچین سهمی و حاج آقای بلوندی از تشریف فرمایی همه خواهران و برادران قدردانی فرمودند و اکید مؤکد داشتند که نهار چلو کباب است. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی مشعشع فرمودید محفل ما رو، خیلی خوش آمدید. آقا کمرم له شد، میشه اینقدر خم نشی؟ آدم یا کاری رو قبول نمیکنه یا اگر قبول کرد به نحو احسن باید انجامش بده. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی مشعشع فرمودید محفل ما رو. آقا دارم از خجالت آب میشم، خیلی زایه نمشتون. در این درگه که گه گه که 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 شود گاهی، مشو قره بپرداید که از فردا نی آگه. بله سلام آقا شهرام. بله ببخشید میشه گوشه بدین به احمد آقا؟ استدعا میکنم بفرمایید، خودم هستم. ایوا احمد آقا خودتون هستین؟ شکر خدا بله خودم هستم. مستفیض فرمودید، امرتون. ملعون داری ادای منو در میاری؟ کیه پشت خط؟ هر خری پشت خطه به تو این ربطی نداره. بله چی فرمودین؟ هیچی، با اخوی گرامی بودم. دیشب خوابتون رو میدیدم از هم جدا شدین و زبونم لال شما زیر عمل جراحی مردین. انشالله که خیره. دعا بفرمایید خوابتون تغییر بشه. خدا نکنه احمد آقا، از دیشب تا حالا دل تو دلم نیست. قربونون دلت. چی فرمودین؟ عرض کردم بنده هم دیشب خواب شما را میدیدم. باور بفرمایید اخوی گرامی را کفن کنم راست. نه تو رو خدا یه بار دیگه بگی. اوکی عزیزم، نو پرابلم. خیلی مشعشع فرمودید، بسیار خوش آمدید.
بله. های هانی are you okay؟ خوبی؟ سلام علیکم خواهر ملوسک، خوب هستین؟ ابوی، اخوی، سبیه، همگی مطلقین مطلقات خوبین الحمدلله. وای شرمگاه زده بهرامو در آوردی بیمزه. آخه خواهرم خودشم احمدم. احمد خودتو لوس نکن شهرام، فردا باید تا آخر شب با من باشی، جای قرار نمیذاری یا با برایت دور هم دیگه میخوایم بتره کنی. بگویم چه سازم فغان از شما، بسوزم بسازم امان از شما. بابا شاعرم که شدی، ببینم از اون شعرام بلدی برام بخونی؟ بله؟ معذرت میخوام، از کدوم شعرها؟ شب‌های عاشقونه عشق تو شدی دیگه کار وای چه کنم یاره گوپس گوپس گوپس. لا اله الا الله، عشق بازی کار هر شیاد نیست. گاو نر میخواهد و مرد کهن. اوکی گاو نر، حالا نوبت توه، بخون من گوش میدم. مثل اینکه شما مغز خر خوردید. بنده خدمتتون عارض شدم احمدم. احمد با شرم کو اخوی کپی مرگشون رو گذاشتن به حول قوه الهی. شما هم بفرمایید استراحت کنید، مبادا نماز صبحتون قضا بشه. التماس دعا، خدا حافظ. بهنا بله کجا با این عجله؟ میرم مسجد نماز جماعت. خب این دوتا رو هم با خودت ببر مادر. کجا عزیز؟ شهرام که نماز نمیخونه، بهرام هم نخونه بهتره. همه کاراش اداست. خدا ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حاج آقا اگه خونه میریم برسونمت. ممنونم پسرم. من بعد از نماز صبح معمولا میرم پارک. بله، تو هوای بهاری ورزش صبحگاهی میچسبه. راستی خانم والده حالشون چطوره؟ خوبن حاج آقا، البته ای بذارن. منظور اخویان دیگه. بله کلافش کردن حاج آقا، کلافه. این طرح زوج و فرد چی؟ اینا جواب نداد؟ بدتر شدی که بهتر نشده. یه روز کامل این حال اونو میگیره، روز بعدش هم نوبت اون یکی. عرض شود به خدمت شما که اینا مثل دوتا واگن به هم چسبیده میمونن. یکیشون به طرف غرب میره، یکیشون به طرف شرق. باید فکر اساسی در موردشون کرد. فکر اساسی جراحیه که داداش برنامه رضایت نمیده. دیگه این خواست خداست که ما به هم چسبیدیم. شما نگران نباشید، جمعه بیارشون مسجد، من باشون حرف میزنم. نمیان حاج آقا. شهرام میگه مسجد چیه؟ دنیا رو عشق است. بهرام هم میگه مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه است. ببینم جمعه مگه اینا در اختیار خانم والده نیستن؟ بله جمعه فرمانده ایشونه. امروز فرمانده منم، میبرم یه جایی که ریلکس کنین، سختی زندون یادتون بره. اوکی میریم میچرخیم تا غروب، بعدش هم میریم لواسون ویلای ددی عشقها. چه خبره؟ طبق معمول بر و بچ میخوام خوش بگذرونن و بزن و بکوب کنن تا صبح. زبونم لال دخترم و انشالله مجلس لهو و لعب که نه بابا نیست. پسرم و لعب و لعب چیه؟ میدونی بچه ها حوصله‌شون از این زمین سر رفته، میخوان یه کاری بکنن که یه چند ساعتی بپرن تو فضا. شما هم بشینی میخوام ببرم تو فضا. برو بالا. سر من داره گیج میره. محکم تحول بده. الان قسیون میکنم. توپی بزنی میگیرم. داشت برام میشنوی؟ احمدمو نمیشنوم. پسرمون اگه نمیشنوی پس چطور جواب شهرامو دادی؟ بفرمایید خوب شد؟ آفرین، خوب تو گوشات فرو کن. میخوام حرفای عاشقونه، شعرهای عاشقونه به عیالم بزنم. ملوسک تو مثل یه جوجویی که با توتو. شعرات هم مثل خودت مزخرف و مبتذل نکبت. چی میگی واسه خواهی؟ الان
وقتی این حرفا نیست، وقتی اشکاله. از خدا میخوام که انشالله این باغ بش از رو زمین برداره. به جای دعا کردن این چیزا الان بیا با هم بلند شیم برقصیم، عشق حال اکستر کنیم. خفش زندی خجالت بکش منو رقص. باشه مامان پاشین دیگه، شما واسه چی نشستین؟ این استخون حاضر نیست حتی اینقدر جای سکون بخوره. بازی بسرم پاشو. نمی پاشم. قرار بود اینجا تا صبح بتره کنیم آخه. انشالله وقتی قرار فردا بتره کنم، جوری هم میتره کنم که صداش تا آسمون هفتم بره. آقا بهرام و آقا شهرام. بهرام و شهرام نداریم، احمد و محمود. بزنم چه چشاتی بستی؟ مردک بنده معخوض به حیام، چشمامو بستم فساد معصیت توش نره. این اراجیف آقای قطقط میرزا یادت داده؟ 100 بار نگفتم گول حرفای این آقای قطقط میرزا رو نخور. دیگه تمرک اون 7 خطو من میشناسم، همه کاراش عداست. تازگی هم با من کل انداخته و ولکن مامنم نیست. باشه خودم به حسابش میرسم. به محض این که من عروسکم رو به اسم شهرام جون کردم، اونم اون دختر ترشیدش رو برداشت به اسم تو کرد. ایناف دادی، ایناف. ما امشب اومدیم فقط خوش بگذرونیم. قرار برم بچه اون بالا بتر کنن، شهرام برای همه اون بخونه. پاشو شهرام، پاشو باید بره بالا. پشت به سرم همه چی کردم واسه جمع کنید. 1 2 3 چی؟ دارم میگم آتیش آروم میگیرم. بگیر. آروم بگیر. آره کجا داری میری؟ کثافت. بر سرت کنم. همگی جیگرمون کنن. نشبت. لا اله الا الله. زهر ما رو قارقار. تا حالا کدوم جهنمی بودیم؟ رفته بودیم با بر بچه ها دعا میکردیم، عشق و صفا میکردیم. نکبت رو تو بگیرم. واسه ببینم راست میگه زلیل مرده؟ حالا مادر از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ بنده به اتفاق اخوی محمود و خواهر ملوسک و اون پسر عموی دختر نما رفته بودیم مجلس ادعا خونیم. دروغ به سمعتون میرسونن. رفته بودیم مجلس غیر و اطفار و گناه و معصیت. دست مشترک بالا. فردا زنگ میزنم اون خانداداشت بیاد تا تکلیف شما دوتا انتر و منتر رو معلوم کنه. ببینم دستو. وای داداش انقدر گول نخورید اخوی. ما بذار کپه مرگمون بکنیم دیگه. وای جونی داداش بهرام دارم میتر که احمد. خب احمد جون دارم میتر که وای به اسفل و سافلی میخواستی خبر مرگت از اون نجاسات کثافات گفت نکنی. خب اشتباه کردم. وای قصاب خرابه. یعنی اون 8 باری که رفتیم تا مسترا افاقه نکرد؟ نه افاقه نکرد. خبر مرگت یه مقدار صبوری کن. باید به دفعه آخر است. من گفتم نکن اینجا نکن.
آب روغن قاطی کردین ها؟ نه خیر معلومه. آخه اوف میکنی. بلند شو باید تا که پا بریم تا تو حیاط. من خوبم ها. بلند شو تحجیل کن. بازی بخوابیم داداش. ببینید برادر محمود بخوابی؟ سلام علیکم و رحمت الله. بخوابی این گونه خوابیدن شیطانیست. بلند شد از پس سر بخوابیم. نه دیگه نمیخوام بشم. حالم دیگه داره به هم میخوره. پاشو. قربون حالت اوچ راحت بکش. معلوم نیست خبر مرگش تو خواب دنبال کدوم نامحرمی کرده. تو سپید برفی من بیا بغلم بشو من احمدم. احمد کدوم خریه. بریز حال کنیم. پاشو. پاش پس من بر تو میپاشم. سلام. بالک سلام خانده داشت. بالک کله آوردم که ننه بار بذاره زور بزنیم تو رک. حیف شد من نیستم. نیستی؟ آره با بچه مصرف قرار کوه داریم. باشه میدم عجوج و مجوج بخورن تا پروارتر بشه. ساقلی از که میاد بناز آبون بناز آبون ساقلی از میاد از این اورانیوم به من نمیزنی یا 6 ماه 1 سال بوش میمونه. نزنید. امروز پنجشنبه است. این دست متعلق به بنده است. از این حشره کش کوفتی زیر بغل من نزن. باش از اون بود جوراب بزن. حالا لطف کنید این طوق نکبتبار رو از دست من خارج کنید. سلام علیکم و رحمت الله مادر. سلام. کجا با این عجله؟ روزهای فرد مختص استغاثه است. اخوی محمود دیشب به مقدار زیاده روی کردن. میبرمشون برای استغفار و توبه انشالله. با شما. سلام علیکم اخوی اسماعیل. بالک عجوج و مجوج. هر قبرستونی که میرید چلی برگردید که زور کله پاچه داریم. اگه ریا نباشه ما هر دو روزه داریم. ریاض بابا من دارم از گشتگی میمیرم. استغفار و استغاثه با شکم خالی مقبولتر انشالله. پس بشینید تو ماشین خودم میرسونم. مسطح اوقات نباشیم اخوی. میبینی عقب وانه پر کله.
تصمیم دارم همشون رو چال کنم. گفتم شبین یاره گوسفنده ای، شبین دومیه. مثل کله خوشم. جماعت مگس ها نوانگم تا دو قول بده. شنفتم اینو سگ و گربه افتادیم به جون هم. رازی که به غیر نگفتیم و نگوییم با یار بگوییم که او محرم راز است. از فردا یللی و تللی و مفخوری تعطیل. هر دوتون باز بیان در قصابی بر دست خودم. بابا آخه من شب باید برم پیش عمو رستوران، اونجا باید گیتار بیس و پیانو بزنم. همون فک تو. بندم انشالله اگر خدا کمک کنه باید برم قهوه خانه برای نوازندگی دف. همین که گفتم جون ننه قسم نیان از وسط شقتون میکنم. یک رو میندازم جلوی سگ و یک رو هم پیش گربه. شقه کن داداش، شقه کنین گوشت اضافی و راحت چی، شقه کن. بله اخویب راضیم، بنده به خر چسبیده بودم بهتر از این الاغ بود. آی ول عجوج و مجوج افتادیم تو سراشیبی، بپریم بالا. برو خوبه. به به جون داداش عجب جاییه. من میگم همینجا بهتر کن که دیگه شبو بریم خونه. کور خوندید اخوی، حالاها باید بدویم. تازه میخوام ببرمتون اون پشمشتا. میگه در بیابان گر به شوق کلبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند میمون ملعون غم مخور. روز دیگه شنبه روز زوجه و روز من این کاغذ پارت. بله البته شما هم در این مسئله واقف باشید که از پس هر روز زوجی روز فردی نیست هست. وقت شما متوجه میشید که کی کیو التفات دارید. چیه؟ چه مرگته؟ خیلی خوب یه مقدار طاقت بیارید الان میرسیم. نه الان داره سه میشه. سه شد. خیلی خوب. آب چی؟ خب آب نیازی نیست. میریم منزل خود میکنیم شب جمعه ثواب هم داره. عوضی پشتن که آبه. خیلی خوب مواظب باش منو به نجاست نکشی. دنبال کنم ور نکن بابا. زود باش خیلی راه مونده ها. آقا دست باچی نکنین یه جا رو بذار حداقل آرامش داشته باشی. نزاکت هم خوب چیزیه. ساکت میشی حالشو ببری. حالم به هم خورد. زود باش. خدا مرگت بده. اکو الان 3 ساعته داریم راه میایم. اکو چرا نمیرسی؟ به امید خدا راه دیگه ای نمونده. همینقدر که اومدیم همینقدر دیگه باید بریم. دقیقاً پشت اون کوه. نامردون که خیلی دوره. هرچه دورتر اجرش بیشتر. بفرما ملعون فاسد. بابا من عجز نمیخوام شاطر. حتشون را بیو فاسد. بابا اون تو باره جک و جلوبر خطریه. خطرناکتر از اون رفقای تو یادت رفته دیشب چه جفتک ها که با هم نمینداختین، چه عربده ها نمیکشیدین، چه موج ها که به بدن من منتقل نمیکردی. دیدی صدای پارس سگ بود. بله میدونم ولی حیوان خدا که ترس نداره. من گفته باشم من تا اون سگ اون جونور هر چی که از بیرون نیاد اون تو نمیرم. بهش بگو که بیاد بیرون. آهان من اگر زبون این زبون بستر بلد بودم الان میگفتم بیاد تو رو تیکه و پارت بکنه. بیا بیرون. بیا بیرون ایبون. بیا بیرون دیگه. هرچی هستی. چه جالب. زبون شما رم خوب حالیشه. چه؟ ها؟ فرمودند که ما رفتیم اینجا یا جای ماست یا جای تو شغال. خدای خودت کمکم کن یا پروردگارا بچه هم از تو میخوام. اوکی سنمون بیبی که نیستن. خب هر جا باشه الان پیداشون میشه دیگه. عمه جون ملوسک راست میگه. شهرمو کارش ندارم ولی احمد آقا هزار ماشاءالله واسه خودش مردیه. میترسم بلایی سرشون بیاد. نه آبجی نترس. از چی میترسی؟ میگه به قول شاعر گفتنی احمد گم گشته باز آید به تیرون.
هرس نخور. واحد آقا پس شهرام من چی میشه؟ شهرام شما رو همون کسی باید پیداش کنه چشمش کور دندش هم نرم که از راه به درش کرده. من فقط راه و چاه زندگی رو بهش نشون دادم. اون وقت تو چه کار کردی؟ آقای قط میرزا. زهر ما رو کو قط میرزا. منم به جای دنیای فانی راه و رسم دنیای باقی رو یادش دادم. باقی رو جناب مفخر و دوله. شما دوتا از اونا بدترین بابا. به جای که یه فکری بکنین به حال من بیچاره بدبخت، همش همینجوری داریم به هم مطلق میگیم. نگران نباش ننه. زنگ زدم مسجد، گفتن بهنام و برا بچه‌های بسیج همه رفتن دنبالش. خدایا من از دست این روانی نجات بده. خفه شایی، من اون تازه گذاشته. خفه نمیشم. اینجا رو قبل خودمه. دوست دارم البته بکشم. دوست دارم داد بکشم. خدا! خیلی خوب، دوست داری داد بزنی تا صبحم که داد بزنی افاقه نمیکنه. حالا فترات بکش عربده. مگه قراره تا صبح اینجا بمونیم؟ بله. شهرام که گور میگرفتی همه دیدی که چگونه گور شهرام گرفت؟ آره؟ من تیکه کثافت روانی. نکبت اینجا جای استغفار، نه جای میت مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. No response to paging انشالله. التماس دعا. آقا چرا روانی؟ شاید مامانی بود کارمون داشت. با این چیه دیگه؟ هرچی پاره بود، هرچی چیه بگم شاید یاد میکنم. آخه میت معتاد اینجا استعمال دخانیات ممنوعه. کی گفته؟ خود جناب علیم. خودت جناب علیت غلط کردی. اصلا قبل خودم دوست دارم هر کاری، هر بویی، هر دودی را بندازم. فهمیدی؟ مثلا چه بویی؟ الان استشمام میفهمی. شما مطمئنی همینجا؟ بله حاج آقا، یه زمانی پاتوق دایم و رفقاش بود. به همین افراط و تفریط هاست که آبرو برای مسلم و مسلمان باقی نمیذاره. بدش به من. آهای صدا میشنوید؟ اگه کسی اون توه جواب بده. فکر کنم راهزنان اومدن لختمون کنن. کسی این توه؟ اینجا راهزن نداره. خب کیه؟ منکر. آخه اومدن چوب تو آسینه کنن. واقعا نگیر منکرن؟ شما اینجا چه کار میکنین؟ امشب شب اول قبره، شب حساب و کتابه. اومدیم اینجا گناهامونو خاک کنیم. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام و زهر ما. معلومه کدوم گوری بودین تا حالا؟ جای شما خالی. بنده اخوی رو برده بودم که منزل آخرتشون رو رؤیت کنن. غلط کردی؟ تو بیجا کردی؟ الان هر دوتون از وسط شقه میکنم. شما آروم باش استخوان، بذار من باشون حرف بزنم. اینا با حرف درست نمیشن حاجی جون. باید ساتوریشون کرد. ساتوری. اسی ساکت باش، بس ببینم حاج آقا چی میگن. عرض بنده این است که تنها را عمل جراحی است و جدایی. طبیب حاذق آشنا من سراغ دارم. حاج آقا خدا عوضتون بده. تو رو خدا همین فردا اقدام کن. مادر برای عمل جراحی رضایت طرفین شرطه که بنده شخصا رضایت نمیدم. غلط میکنی. اسی ساکت بس ببینم حاج آقا چی میگن. استخوان شما توجه فرمایید. اخویا فردا تشریف میارن مسجد. در همین خصوص من باشون صحبت میکنم. لطف کنید صبور باشید. مسجد گاهی میخونه میریم گاهی کعبه آقوش من اون خبر مرگت حداقل تو دلت بخون. دارین چی کار میکنیم؟ میایم بیرون دیگه. آقا من کارم تمومه مامی. این استخون برام طولش میده. احمد ده بجم داره صبح میشه. اخوی قراره غسل کنم. غسل واجب، غسل مستحب،
غسل جمعه. مادر تمامه انشالله خدمتتون میرسه. من فقط یه غسل مست میت رو کنم خدمت رسیدی. خدا مرگم بده. غسل میت دیگه چرا؟ مادر دستم خورده به این ملعون، به این جنازه متحرک. مامی برو بخواب، جستن این میت حالا کار داره. خیلی خوب بابا، من این حالاتون همینجا آویزون اوکی مامی. بنده سوختم. ملکا فکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جوییم، همه از فضل تو گوییم، همه توحید تو گوییم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضل، تو سزاوار ثنایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضل، تو سزاوار ثنایی. آی بچه‌ها زود بیان پایین، امروز جمعه کلی کار داریم. جارو بارو تحت و لباس. رفت و ظروف آپوز در و پنجره. کمر این ابلیس انسان نما رو لگد میکنی؟ برادر تعادل لطف کن تشریف بیار رو کمر خود من. اینم پشتت داداش بهرام. احمدم برادر. شخصیت درستون رو دارم میگم، زود باشین آماده شین. حاج آقا تو مسجد منتظره. عرض میکنم ریشه بدبختی انسان دو چیز است: افراط و تفرید. افراط و تفرید مثل دو لبه یک قیچی است، هر دو برای بریدن انسان از حق و حقیقت به یک اندازه صحیح. اساساً هم چسبیدن به دنیا ناپسند و مذموم است، هم غافل شدن از دنیا. فرمایش معصوم است عزیزان، میفرماد از دنیا مزرعة الاخره. اجازه است حاج آقا، بنده عرضی داشتم. جانم بفرمایید. خواهش میکنم. همان گونه که استحضار دارید حاج آقا، روزهای فرد متعلق به بنده است و بنده اخوی رو میبرم به محافل انس، اما اخوی در روزهای زوج بنده رو میبرم به مجالس لهو و لعب. سلام علیکم و رحمت الله. میخواستم بدونم بنده‌ای که اخوی رو در چنین مجالسی همراهی میکنم آیا در فسق و فجور ایشون شریکم یا خیر؟ نه خیر، هر انسانی مسئول اعمال خودشه. اساسا هیچ آدمی رو داخل قبر دیگری نمیذاره. آخه حاج آقا این از ما جدا نمیشه تا تو قبرم با ما هستش. اگر اجازه بفرمایید بعد از منبر مفصلا در خصوص این موضوع صحبت میکنیم با هم. فرمایش شما کاملا متین حاج آقا، ولی بنده باید تکلیف شرعیمو با این اخوی منحرف بدونم. مختصرا عرض کنم تکلیف شرعی هر دو شما یک کلمه است: تعادل. میفرماد خیر الامور اوسطها. لازم شما از اون برادر کوچکترتون که انصافا نمونه یک انسان متعادله الگو بگید. چکر برادر تعادل. من بعد نه شما اجازه دارید که اخوی را به محافل مرتجعین ببرید، نه شهران اجازه دارند شما را به محافل منحرفین ببرید. منحرفین؟ نه حاج آقا، ما خودمون عضو ثابت بسیجیم.
من اینا برادر تعادل. بله لازم به توضیح نیست، بجناتتون مشخصه. شنیدین حاج آقا چی فرمودن منحرف؟ نه خیر، فقط شما شنیدیم مرتجع. باید هر دوتون بشنویم. تنها راه حل این موضوع عمل جراحی است و جدایی. ای والله حاج آقا، افتخار حاج آقا، یک سلامات بلند بفرستید. ایول ماشاءالله متهاجمین غیور، حمله کنید. برم تو دلیلاتم تماشا میکردم. این هم کانال 4 و برنامه راز و خیر سرت داشت گل میزد. کور بودی؟ گل بخوره تو اون سرتون. یه چند دقیقه شما دندون سر جگر بذارید مطمئنا خودتون هم ملاحظه میفرمایید. نگاه ای تشریف آورد. به همین مش میزنم تو فک کتاب. بزن کانال 3. بزن کانال. نه نمیخوای خودت ببینی؟ نه نمیخوام. نذاشتی گلو ببینیم ما عوضی. این گل آفساید بود، داور رو خریدن. خریداری بر من نگو. اکی تالا بر من شدی کارشناس فوتبال. برادر فردوسی پور عادله. عادل فردوسی پور خودش تو 90 نشون میده مطمئن. اگه استخون داشت گل میزد چرا خاموش کردی؟ بودو که کار واجب دارم باید برم مستراح. عمرن اگه من بیام دستشویی عمرن تا گلو نبینم نمیشه. بیا ببین بودو بخوام برم دستشویی. اخوی پاس بده برادر باقری. ماشاءالله برادر رحیم باقری. رحیم باقری ها ماشاءالله گل. گل گل. ای والله ای والله ماشاءالله 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 برادر دایی. ای ول برادر دایی. او اصلا دایی تو زمین منگل. برای برادر دایی اصلا توفیری نمیکنه. ایشون تو زمینم نباشه گلشو میزنه. بفرما گل بعدی رو زد. آخه عقب افتاده. این دور آهستشه. باشه گلهای پیروزی دور آهستش هم حسابه. کی گفته؟ خود جناب علی مرز کردن. خود جناب علی غلط کردی. دور آهسته و تو نداریم. یک فهمیدی؟ یک به نفع پیروزی. الانم بریم سریعتر که بنده رو خفت کرده بعد بریم دست به آب به بفرمایید. درک من نمیام. خب شما غذا نخوردیم بفرمایید بابا سرد میشه. اینم دیزی شما. دست شما درد نکنه آب جیشه کردی. با لبات بازی میکنه. بفرمایید. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. قدیم الایام دراویش به تکنان خشکی بسنده میکردن. نه هر که آینه سازد سکندری داند. سابقه بر این مخبر و دوله هاشم مخبر و دوله بودن نه مفخر و دوله. امان از دست شما. باز شروع شد. راست میگه ننه. حالا موقع این حرفا نی. کمپله جمع شدیم تا ببینیم چه خاکی به سرمون بریزیم. هرچی نباشه این دخترام دل دارن. نباید برن خونه بعد. اوکی باور کن اینا یه کوچولو دیگه بمونن میترشن ها. عزیز منظورش تو نیستی مادر. منظور آقا فری ملوسک خانومه. اتفاقا منظورش میمنت خانومه. نه فری جون. اتفاقا منظور آقفری هر دوشونه. اگه از بچگی به اسم هم نبودن من ملوسکم رو عروس کرده بودم و تمام. منم همین کارو میکردم و خلاص. دایی جان مشکل داداش بهرامه که قبول نمیکنه. میگه این حکمت خداست. پس تا با چنین بادا. داداش بهرامت غلط کرد با دایی جونش. آقا شهرامم غلط میکنن با عمو جونش. میگم راستی اینا خودشون کجا؟ تو اتاقش. زنم ما اگه اجازه بدین من برم بالا صداشون کنم. البته آقا شهرامم. عمه جون اگه اجازه بدین منم برم بالا احمد آقامو صدا کنم. سبحان الله. بابا نماز که فایده‌ای داره. رکوع داره، قنوت داره. آخه همش سجده. استغفر الله استغفر الله. زهر بارو استغفرالله گردنم شکست عوضی. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. فکر کنم میمنت خانم ان شاء الله ان شاء الله. کمال منم ملوسک.
سلام آقا بهرام. احمدم. احمد. سلام احمد آقا. السلام علیکم و رحمت الله. آی بمیری کمرم. آخه بمیرم الهی برام. مرسی. قبول باشه احمد آقا. ما رو هم دعا کردیم. اختیار دارید. در سلوکم خم ابروی شما در یاد آمد، حالتی رفت که این ملعون به فریاد آمد. بلند شین احمد آقا، شام حاضره. جان من. بریم هانیش. میخوام بگیرم دو منه با این دو دست میرم دلم نسیدن در خون نشسته مثال قایقای در هم شکسته دل ز دستم یه نگاره من ز دست دل شکایم نتوانم پیش یارم غم دل کنم شکایم ای آسمون بی ستاره با دل من کن مدارم برهم مزن دیگر دوباره آشیونه مهرمان. چطور؟ تو همیشه خوبی، براو، عالی بود. اما عالی تر از اون خبریه که من امروز براتون آوردم. آقای حاج آقا با یه دکتر نامبر 1 صحبت کرده، جراحی ردیفه. آخ جون ایول، به خاطر این خبر خوشت و به افتخار خودت، به افتخار من و سگ یه آهنگ شاد زنم. برو که رفتی. تا رضایت من نباشه امکان نداره. حیلت رها حیلت رها حیلت رها حیلت رها حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو من در دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو من خویش را بیگانه کن افسانه را ویرانه کن آنگه بیا با آسمان افسانه شو افسانه شو میگم دامادت عجب صدای باحالی داره کشکولی. نگاری دست پرورده خودمون ها به دنیا و ظواهرش گفته زکی زکی بابا. مستانه شو مستانه شو مستانه 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 شو مستانه 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 شو. نکنی کار در انظار زشته. بگیر حالا شهرام توپو میگیر توی در ایول آقا. سلام علیکم آقا شهرام، آقا بهرام. به 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 به. سلام علیکم آقا. از حضرت عالی دیگه بعیده. چرا عزیزم مگه چی شده؟ جناب عالی احمدم، اخوی هم محمود. ای آقا چه فرقی میکنه؟ پس اگر فرقی نمیکنه من بعد ما شما رو جسارتا کامران صدا کنیم. اتفاقا اسم کوچیک من مهرانه، همه نمازگزارا هم میدونن. ای والا آقا ای والا مهران. داداش بیان تو، بیان وقت نمازه. ممنون اخوی تعادل. بنده ترجیح میدم در خفا نماز بخونم مبادا ریا بشه. ولی تو مسجد ثوابش بیشتره. نه حاج آقا. نه خیر، در مسجدی که حرف سیاسی زده بشه نماز خوندن کراهت داره. ببخشید این حرفو کی گفته؟ همین جناب عالی که مقابل شما ایستاده. ببینید آقا، میبینید گرفتار چه خری شدیم؟ ما رو از هم دیگه جدا کنید، خلاصمون کنید. حرفش هم نزن. دخالت در خواست و کار خداوند عقوبت اخروی به همراه داره. درست نمیفرمایید حاج آقا؟ نه خیر، هیچ هم صحیح نمیفرمایی. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. بفرمایید.
رو رفتی یا نگفتی بی تو دل تنها میشه باز بی تو میمیرم و دل پر میشه از سوز و از جدا نگفتی واسه من تو دنیا بودی تنها همراه رفتی یا خاطرات تو بردی دل شده بی آوا رفتی یا عشقامو ندیدی خوش اومدین. ممنون پسرموی دختر عمونما. چیکار کنیم شهرام جون؟ دوست دارم فشنی بزنی. فشن. نه خیر فشن خوب نیست، شما با نمره 4 بزن بره. راستی شهرام جون فردا با یه سری بچه‌ها قرار گذاشتیم بریم دریا آبتنی. هستی؟ نه خیر، بنده 100 بار گفتم و باز میگویم بنده عشقم و شمالیا نیستم. با تو نبود استخون، با من بود. شما اگر میتونید بدون من تشریف ببرید بفرمایید. چطوری خوبی؟ شهرامی که بهتون گفته بودم ایشونم. نیستم آقا جان، اشتباه گرفت. برش کن این چیزه نکن آقا جان جانو داره ببینیم بابا بیا کردم بنده شمال بیا نیستم. اشکالیه رفت آباد شومینه بازی دختر دایی الانه که آمارتو بگیر و بدونه کجا میریم. اوه گوشت کنده است. خب شما یه بزرگواری کن خدمتشون عارض شو که داریم مشرف میشیم زیارت. نه شرمنده من اصلا نمیتونم دروغ بگم. نمیگی؟ نه شرمنده. پس شما لطفاً خفه شو تا من خودم خدمتشون عارض بشم. روتم بکن اون بر. سلام احمد آقا. سلام علیکم و رحمت الله. چه بی خبر؟ کجا انشالله؟ اگر خدا بخواد سعادت پیدا کردیم مشرف بشیم صوم مغفرات. به به بشو به سعادتتون. انشالله نوبه بعد به اتفاق مشرف میشیم. آره بیای. انشالله. حالا اگر دستوری سوغاتی فرمایشی چیزی هست شما بفرمایید که بنده انجام بدم. ممنون. التماس دعا. خواهش میکنم، محتاجیم به شما. ماشاءالله. بس دیگه بریم بابا دیره. ممانعت روز روشن رو چه شرونی؟ ها؟ ببینم شما چرا به دختر مردم گیر دادین؟ چی پر رو؟ وای آقا شهرام تو رو خدا کنه. نمیدونه اینا. آقا شهرام. اولا که ایشون زنداناشمه. دوما که به تو هیچ ربطی نداره. سوما که چی بود؟ غالبا میفرمایید وایس ببینم. خدا مرگم بره. آقا بهرام. احمد خم نمیشه. مرگو میون آدمت میکنم. سلام. برو بساتی چایی مایی ها آماده کن دوابیه. باشه اجازه. یا گلم به گناه و معصیت که باید ببرمت دریا. دریا؟
دریا طوفانیه، یه وقت خدای نکرده غرق میشینا. اخوی بار معصیتش سنگین شده، فقط با آب دریا پاک میشه ولا غیر. آقا من میگم تو همین استخر گناهانو بشیریم بره دیگه. باشه بریم. یه دقیقه واسه چیکار میکنی؟ ببینم مگه شما شنا بلدین؟ من که نه عمرن. بنده هم همینطور. ولی عمق این استخر 6 متره، یه وقت زبونم لال. اتفاقا بنده هم همینو میخوام، اینجوری هر دومون راحت میشیم. حاضری؟ نه خیر، من کلی وصیت دارم. بگو و اقرار کن تا از بار گناهانت کاسته بشه. دخترمو شما هم زحمت بکش، لحظات پایانی عمر این ملعون رو ثبت و ضبط کن. بریم. آمی داشتی برادر تعادل ملوسک من، حالا که قراره توسط این قاتل میرم این شطور کشته بشم و غرق بشم، میخوام که منو حلالم کنی، حلالم کنی. اگه زنده بودم که هیچ، ولی اگر مردم انتقام منو از این شطور میرم بگیرید، ببریدش پای چوبه انتار و بعد از این شهرام جون، بهرام شهرام جان، شهرام بالاخره کار خودت کردی یا جوون مردم رو کشتی. به شما هیچ ربطی نداره جناب آقای مفخر الدوله. با شما نبودم آقای قطقط میرزا. آقا مقصر اصلی جفتتونین. شما این دوتا جوان نازنین رو گمراه کردین، بپذیرین. غلط کردم آقا، اصلا از این به بعد هر چی شما بگید میشم عین برادر تعادل. خوبه، قول میدم. دیگه دیر شده بچه، چقدر بهت اصرار کردم که رضایت بده تا از هم جدا بشیم. غلط کردم رضایت میدم اخوی، به جون داداش به نام رضایت میدم. این دنیا پسرم فانیست، دایی به دنیای باقی فکر کن. ای خدا، گریه نکن احمد آقا، گریه نکن عزیز دلم، اتفاقی که افتاده. من به حال خودم گریه میکنم، به حال خودم باشم. بچه قلوبت چیکار کنیم؟
والا چه عرض کنم، عقل حقیر به جای قد نمیده. چاره ای نیست. شرعاً نباید میت بیشتر از 2-3 روز رو زمین بمونه. بعد از 3 روز چی؟ احمد آقام دفع بشه؟ من چه میدونم اون قاتل چه کارش میکنم. من فقط میدونم شهرام جونم نباید جنازش رو زمین بمونه بو بگیره. اون جنازه نازنین توپلش مادر چی زودتر تموم بشه. منم نمیذارم احمد آقا رو زنده دفع کنن. بی خود میکنی نمیذاری یا دفنش میکنن یا واسه که قاتله میبرنش با یه چوبه دار اعدامش میکنن. خدایا بدادم. ای خدا این چه کارش نمیشه که قربان. قاتل چسبیده به مقتول. قاتل باید بازداشت شه. فرقی نمیکنه به کی چسبیده و به کی. آخه قربان چطوری؟ همین که گفتم دستم بزنین و منتقلش کنین کلانتری. سریع. مقتول چی قربان؟ مقتول به ما ربطی نداره. آقا شهرام باید منتقل بشه به سردخونه. اینجا بو میگیره. پس داداش بهرام چی؟ خفه احمدم احمد. خب من تو سردخونه یخ میزنم، شما که میدونید من سرمایه‌ام. درک ارزان کردم کسی که آدم کشته باید هم مجازات بشه، چه تو سردخونه چه با تناب دار. حالا دیگه واسه ما جناب مفخر الدوله قاضی القضات هم شده. پس تو چه قربان؟ ما نمیتونیم قاتل با حال خودش رها کنیم. اگه فرار کنه مسئولیم. پس چطوری میتونه فرار کنه قربان؟ بفرما. اینجوری دیر به جنبین بردنش. صدای آمبولانسه. اشکاتو پاک کن با جواشاش بریم. نمیام دایی، من از سردخونه و قبرستون میترسم. حمورابیان میبرنت به جرم قتل اعدامت میکنن ها. خب بهتر از اینه که برید زنده بگورم کنی. ای خدا. قاسمینم قاتل و مقتول به هم چسبیدن. اونا هر دوشون باید منتقل شن کلانتری. مرده جاش تو مرده شورخونه هست، نه تو کلانتری. الله اکبر. حاج آقا تنها امید من شمایید. به رحمت که یا کاری ارحم بکن حاج آقا. الراحمین. الله اکبر. امامزاده این اللهم کاری صل بکن علی محمد و آل حاج محمد. آقا جانم قول میدم آدم بشم، یه مسلمان واقعی عین برادر تعادل حاجی. گوش کن، همینجا یه قول بدین، دست از افراط و تفرید بردارین، با هم دیگه مهربون باشین، کمکتون میکنم. قول میدم حاج آقا، به جان خواهر میمنت قول میدم. تو چی شهرام؟ تو هم قول میدی؟ من که مردم بابا. نه زنده ای فرزندم، پاشو. نه بابا چه زود مردم، جوون بودم. نه زنده ای عزیز من، پاشو. هر دوتون پاشین. واقعا؟ پاشو. ای وای من زنده. خدایا شکر من زنده. خدایا هر دوتون میتونین بلند شین. وای سلام علیکم و رحمت الله. همون شکلیه. درست یه هفته است تب کردین هر شب هم کابوس میبینین. حالا خواب چی میدیدین؟ آقا من خواب دیدم که
همینجوری مردم بعد دارم میبرن سردخونه چرک کنن. خدا مرگم. بندرم تصمیم داشتن دفن کنن زنده زنده بکنن زیر خاک. نگو. تفلک ملوسک چقدر جیغ کشید. بله، خواهر میمنت هم رخت سیاه بر تن کرده بودن و بسیار متاثر بودن. با لباس مشکی چه جیگری شده بود. خفه شو ملعون، میت انقدر بی حیا و چشناپاک مردک هیز. خدا بهتون رحم کرد. حالا اگه واقعا این اتفاق بیفته چی؟ شما دهنتو گاز بگیر برادر تعادل. نه زبونتو. آقا بهنام راست میگه. اومدیم یکیتون خدای نخیر نکرده. حاج آقا، بنده خودم شخصا رضایت میدم شما جناب عالی رو همین فردا از اخوی منقطع بفرمایید. همین فردا. احسنتم. پس اجماعاً صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بی زحمت دستتون رو بیارین جلو. بفرمایید. آخه اینقدر آخوفتن نیارن دیگه. عجیبه حاج آقا، این یک نمونه نادر. دکتر خدا بخواد امیدی هست؟ ریسکش بالاست. بنده اصولا به اساسا اهل ریسک. عجب. توکل بر خدا. اساساً و اصولاً این دست مشترک متعلق به چه کسی است جناب دکتر؟ کاملا واضح و مبرهن است که انشالله این دست مشترک در اختیار بنده میمونه. بسین و بشین بابا آسخون. جناب دکتر، این دست مال منه. من لیاقت این دست رو دارم. آقا نگران دست نباشین. در همین خصوص دکتر یه قولایی رو دادن، مگه نه دکتر؟ بله جانم. بنده تصمیم دارم که برای اولین بار عمل پیوند دست رو در سطح جهان انجام بدم. چیزی هم که زیاده بیمار برگ مغزیه. جناب آقای دکتر، فقط بنده حاضر نیستم هر دستی رو وصله تنم بکنم. دست باید پاک باشه و مؤمن انشالله. ولی جناب دکتر ببخشید، من حاضرم دست هر جونوری رو به خودم پیوند بذارم، حتی دست خر. بله. حیف دست خر. بله. باز دست خر بهتر از خود خره. بله. از خره جدا شم با دست کنار میام جناب دکتر. پس هفته آینده پس از مشورت با شورای پزشکان یه همچنین روزی میریم واسه عمل جراحی. خوبی شما؟ اسم شما چیه؟ پری. اسم شما؟ هوریه. ای والله. میگم اقدیم الان هوری و پری دورمونه نکنه مردی واقعا. هر لحظه ممکنه زیر عمل غالب تویی کنیم. استغفار کن. استغفرالله. نه بابا چیز هوری پری اومد. عزیز اگر بار گران بودیم رفتیم، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ انشالله به سلامتی میرین و به سلامتی هم برمیگردین. آره بابا کاری نداره. عین اون شقه کردن گوسفند، فقط یه دکتر گردن کلفت میخواد و یه ساتور تیز. ساتور بخوره تو اون سره. چرا بچه ها رو میترسونی؟ عزیزان من، مرگ و زندگی دست خداست. شما الان روی همدیگه رو ببوسین، کدورت ها رو هم کنار بگذارین. خواهرش تلاش کنید. الاعمال بالنیات کافیه. بیا. احسن. داشت برام حلالم کن. احمدم. احمد. شهرم و برام. من احمدم، شما هم محمود. میبرم دیارشگاه. این آدمت میکنم. بهنام اومدن؟ زنگ زدن. عمو داره شهرامو میاره دایی بهرام. اوه ایتس مای هانی. شهرام جونم اومدن. احمد آقا تشریف آوردن.
بجنبی ماشالله ماشالله ببین چقدر مهمون داری بودو سلام علیکم و رحمت الله. خوبی؟ هی عمو سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا سلام، شما این؟ آره قربون لحجر. میتونین همون آستینتون رو بزنین بالا؟ آخه چرا؟ شما بزنین بالا بهتان مگم. مگی؟ باش. نه او آستین دیگرتون. یا میبینین؟ این دست برار مویه. اگه بدونید چقدر با این دست چون در کشیده و پین تا بالا کرده که خدا میدنه. پهن؟ نگاه کنین این هم از کشه مثل هم خودمان. رحمت کنه انشالله. بیا جلو. ها مشغول زمه این هر وقت دست نماز میگیرین یک خدا بیامرزی هم برش ندین. چشم نکردم. خیلی ممنون. چشم قربانت برم. خیلی ممنون. قربانت برم. خیلی ممنون. میگم این فرست تایمه که داریم بدون مزاحم با هم غذا میخوریم ما میچسبه مگه نه؟ بله واقعا بدون سرخر میچسبه. پس بفرمایید احمد آقا، بفرمایید که دیزی از دهن میافته. اصلا گلون پایین نمیره. شما که باید خوشحال باشین الان از شهرش خلاص شدین. ولی الان من یه هفته است ندیدمشون. خب اوکی ولی نکنه شرم فردا که عروسی کردیم هی همش بخوای با اونا باشی یا؟ نه خیر، باور بفرمایید بعد از ازدواج اجازه نمیدم نه مهتاب شما رو ببینه نه آفتاب. چه خوب. همیشه خیلی دوست داشتم یه شوهر با غیرت داشته باشم. ولی که انشالله بساط عروسی رو راه میندازی. همین امشب یه جورایی به مامی عالی میکنه. مادر موتورتو نیاوردی تو دوز نه نبره. برمیگردم مسجد. چرا تو سرم برام روشن؟ خاموش شد. نه ملوسک نه بفرمایید. میگم حالا که از احمد آقا جدا شدم بساط عروسی را بندازم. بله حتما، چرا که نه. اخ جون پس همین روزا با مامی جون میام خواستگاری قبوله؟ استدعا دارم. اقدام والده رو تخم چشم. خواهر میمنت آیا شما حاضر هستید به عقد نکاح این جانب در بیایید؟ چرا که نه قبل تو. بله بهرام جون. احمد آقا من بچه میخوام. استدعا میکنم 2 فقره کفایته. نه خیلی 6 تا. اسم اولیش هم باشه روزی. خفش ملعون. روزی هم شد اسم. بابا چی فرمودی؟ عرض کردم ماشالله عجب اسم با مسمایی هم هست. بوق نکن یه دهم بخون. امشب چه شبی شب مراد است امشب رابه تا شب
شرمد ما شاخ نباتم شهر سلامت بیا پایین بیا پایین بیا پایین بابا بیا پایین بیا پایین باجا من خودم رانندگی میکنم. بله فرمون باید دست خود جناب عالیم باشه. نه خیر، دست تو باشه که همه رو به کشتن بدی، بزنیش به کو. نه خیر پس میخوای داماد جناب عالی رانندگی بکنه که همه رو بفرسته تای دره. زهر ما رو ای بابا تک دیزی با اجازه بزرگتر رو من تا اونجا خودم رانندگی میکنم. واسه مرد افتاره که افسارشو بده دست زن جمع. بله خوی هم اوف داره هم قباحت داره هم بنده به شدت مخالفم. ولی من موافقم. ملوسک جون رانندگیش از هممون بهتره. بله الان که حاج خانم گفتن میبینم که بندم موافقم. ماشاءالله. راست شرم جون نگفتی ماه عسل کجا میری؟ ما عسل رو شاید بریم حالا دریا کناری، زیبا کناری، فیدون کناری. میخوام برم دریا کنار هنوزی قشنگه. نه خیر مستقیم انشالله همگی مشرف میشیم مشهد مقدس. حرف اضافه هم نباشه. ای وای باز شروع شد. عزیز بنده فریدون کنار و فریبرز کنار و چیچی کنار بیا نیستم. اجازه بفرمایید عرضی بنده دارم که حلال مشکلاته. پیشنهاد میکنم از جاده شمال مشرف بشید به مشهد مقدس. اینطوری باید تیر دونشون زدی. احسن، یعنی هم فال هم تماشا هم تفریح هم زیارت. بارکالله. اول کیف دنیا بعدم انشالله حظ معنوی. ای حاج آقا ای والله خوشم. ماشاءالله برادر تعادل. ایول برادر تعادل. انشالله روز خودتون رخش گل بزنیم. برای جمیع عروس و دومادا اجماعاً صلوات قد کن. دست نکنید که به شب میرسی. یالا حرکت کنید. مبارک انشالله. حال من بی تو خرابه، بی تو تنهام، بی تو خستم. بذار حس کنم که هستم، بذار باز بهت بچسبم. من نمیدونم کی هستم، تو خود منی منم تو. فاصله آخر راهه، نه واسه من واسه هر دو. تازه فهمیدم چه خوبی، مثل ما مثل ستاره. دل من هوا تو کرده و قلم بکن دوباره. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش اومدید. مشعشع کردید محفل ما رو. یه بالا من پاپ میکنم تو چی میگن سنتی مالتی. بنده در سفره‌خانه سنتی موقر دایی. بایستا بذار باز بهت بچسبم، مثل میخ روی دیوار، مثل تابلو روی یک میز. منو رو خودت نگه دار، وقتی هم دیگر رو داریم. زندگی چه حالی داره، تو برام آخر عشقی و قلم بکن دوباره.